تا حالا به این فکر کردین که چرا دکترها همیشه میگن باید روزی 2 بار مسواک بزنیم؟ خب، اول از همه وقتی غذا میخوریم، ذرات غذا بین دندانامون میمونه. اگه تمیزشون نکنیم، باکتری ها از اون غذا استفاده میکنن و اسید تولید میکنن. این اسید هم مینای دندان رو خراب میکنه و باعث پوسیدگی میشه. دلیل دوم، بوی بد دهانه. اگه شب بدون مسواک بخوابین، باکتری ها کل شب روی دندونامون کار میکنن. صبح که بیدار میشیم، بوی بد دهان و احساس چسبندگی روی دندانها حس میکنیم. مسواک زدن صبح دهان رو تازه و تمیز میکنه و مهمتر از همه، بهداشت دهان روی سلامت کل بدن تأثیر داره. بیماری‌های لثه میتونن باعث مشکلاتی مثل بیماری قلبی هم بشن. پس فقط بحث دندان نیست، بحث سلامتی کل بدنمونه. پس یادتون نره، مسواک زدن صبح و شب یعنی جلوگیری از پوسیدگی، جلوگیری از بوی بد، محافظت از سلامت بدن. اگه این ویدیو براتون مفید بود، لطفاً لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین.